که رستم هر وقت جنابت و همو بینرت هجا آگادارن هیامه که برینها لگوری وان ویدیوین که لطورین کمالاتی و هر وسال میدیای جهانی و بلاوبون پشتی اعتراف یک جمهورین رژیم کمار اسلامی ام دبینن هندک تصفیه و کشت و کشتار کفتیه ناوا رفا نافبر یعنی میانی سپاه پاسداران بو نمونه 2 هفتیان برینها پاسدارک که دبیجن جیگری یگانا ویژه 840 سپاه قدسه که زیادتر لترورین برون مرزی ده کار دکن مهرا پیدا دکه اکترین بریو برنا ترور پیدا دکه لتهران ها تکشتن 2-3 روزا بری نهاجی یکی دن پاسدارک که شومپی آدرس به قول هلگرتن پشتی او که اسرائیل مستقیم و نامستقیم رای گهاند که سیاد شیرازی و سیاد خدایی اوان کشتیه یکی دن جهات کشتن بناو علی علیزاده دبیجن او تصویه که نوخواهی سپاه پاسدارانه پشتی اوی که شک و گمان برنه که هوکاریا دم و دزگه موساد و دروی ولاد دکن او نوع که جناب تا بگشتی و پرسی چواله دنیری تا پیوه که او تصویه که نوخواهی یان او که سپاه پاکسازی یان تصویه مهره موساد لناو سپاه داده که الله زور سپاس او راست به او کدیاره او کدگوت تشتکی گلک راست لجیه خود اما دبی دلایانه ببینیم مسئله یک اوه که دام دزگاه اطلاعاتی ایران موساد به تواویت در نفوذ کریه و هر جیه که و هر مکانه که بخو بخوازه دشه هم مدرک و سند وزارت اطلاعات یا دام دزگاه حکومت ایران و دام دزگاه نیه هر سریه حکومت ایران ببه و لدروی ولات سازمان ملل و که پیشتر مدین نتانیاهو گل به تونان مدرک و سند اتمی پروژه اتمی ایران در ایران دا نشانه وینده بود کل اصل دا دام دزگاه اطلاعاتی ایران به تواوی کدین جر نفوذ موساد و موساد دست به سر داوی گرده ولی آستا هر بلنده وزارت اطلاعات یا دام دزگاه اطلاعاتی یا حکومتیجی حتی بگر دولتیش ممکنه نفوذ آن هبه و زور حد کارن بین و بچن نمونه هر برچاو کشتنا او زانای اتمی ایران که نهاج ایران برون نبود که چوان او زانای هاتا کشتن به چه شیوهی که هاتا کشتن به چه اسلحه که روی بر سناریوی که هر نوع وشارتن بوان معلوم جی نبود هر کچیه و دیان نمونه دیگه جی او که حتی العاصمان را دام دزگان ایرانی به طریق فروکن به فروکوان اسرائیل دینا بمباران کرن و بریوات چه ایران نکاره و نویره ناویج لیبینه به کرتی لوی باره دا و راسته که مرود کاره هندکان اسرائیل لیده دا کجا مهرد کرنگه کمار اسلامی لسطح سپای پاسداران وزارت اطلاعات و زاناین پروژین اتمیوی و به کرتی در رکوه که موساد و اسرائیل به تایبتی است دیگه لعوش ممکنه دست CIA دیده و دست دام دزگان اطلاعاتی منطقه‌ایش دیده هبن به تواوی همون تشت نتنیه کمار اسلامی باوان عیانه اوه که بو عیان نیا خود کمار اسلامیه که نکاریه پیشکاوه اوه که بگره ولی به باره و ایدی گشتی آسا که احتبار آوانیا اطلاعاتی احتبار آوانیا سیاسی احترام آوان اعتبار آوانیا حکومتیش چوه جیر بسیار لطرف خلکیه ولا طرف دولت دور بر و عبور بود اعتبار آن یا نون توجه چوجه بسیار و بکرتی لحالت دولت بون ولاتکی سر بخوبون و سر بخوب ریاردان جیو چوه داره باید به باره مجبورن هندک کتی توی هندک و هندک کارا دبی بکنه بجه اوای او مرحله دویه کتا بحث لیکر تسیاد درونی خواه و بکرتی نزانن اوید کجان لتصویه دکن که ده بینه دان نجی معلوم نیه چون وک دیاره وکی ویروسه که تکرای بدنه رژیم وگرده و هر کسی بینن دان نجیوی او پیشتا مدرکاوی و ثبت نام بوناوی لای موساد هاتیه جیبه جی کرن بویا بوان زوانه بوان شیوانه مپیوانیه ایدی کمار اسلامی بکاره پیشای کاوان بگره و روز به روزش
او کار دخوازن دکن و نهایتا تین لسطح هر خاری هنده پاسران دکوشن با تبلیغ پیوه بکن دبیجن که ما او خستا اسرائیل پیدا کرد ما کشت ما ترور کرد و ذاتی ویجی بکرتی با ترورن درونی خو با ترورن مخالفین خوین کمار اسلامی اپوزیسیون ایرانی تجی کمار اسلامی قلق زرنگد اما او کوام دبینن لمقابله حتی دام دزگان اطلاعاتی ولاتن هر کچکی منطقی جی نکاره هیچ دنگه که لخوبین تدر که رستم پشتی کشتنا سیاد خدایی لتهرانی لمدیای جهانی و گلک دنگ بدا کو کاروی رولوی گرنگیاوی چه بیه بو بریکرن تروریستان بو ولاتن جربجور بو جی بی جی کرنا ارکی پیسپاردیا تروری کو کمر اسلامی پیت اسپیره و کو سپاه قص اوجی جالیه باندو کسین غیر نظامی و جی بی جی دیگه و خلقی دکره هندک تشت هاتنا باز کرن پیوندی دارن به حزب دموکرات کردستان ایرانی وشی دبیجن سیاد خدایی یک جوان کسابیه کو طرح ترور اندام ریبره حزب دموکرات کردستان ایرانی جی دارید یو او طرح هاتیا پوچل کرن برای جناب تا او حتی چه قاسه که بو هر وکو حزب دموکرات اون رون کرنوی سر دادن و پیوه کو حوجه اون لبی در حقیقت دیاره پیوندی به جناب تا و هیا که چاوا برسب دادی او کو راست پیش او مسئله بیت راگاندن حزب دموکرات آگاداری به مسئله هبو و دزانی جی کو مسئله که هانکی لگوره ده و ندخواست بیت راگاندنی یان لجیر تحت نظر دزگاه امنیتی و حزب ده هبو و بشوان تنی مسئله که تعقیب دکرن و خبر دهاتن که دجمن دخازه لنا رافن حزب دموکرات ترورم بکه عندك کساتی نا حزبی بکوجه يعني عندك کادر پیشمرگان حتی ترور که و اگر بو بش لسر ممکنه عندك وحشتان لنا خوی ولات لنا رافن اپوزیسیون کرد ایرانی بگشتی دا چه بکه و لیره و لویش نجار عند اقدام دهار نکرن و اقدام زور لبرچاو نبون و گشتی حتی گشت به نقطه کو لباجویا و مهره اطلاعاتیه کمر اسلامی کو خلق علمی و مرگی وره و هم به برمال پر گلشه و دناسیم و کساتی ها کسی نزانی چیه و لچه سطح که دایه بکرتی با اوه کمار اسلامی بخوازه و هنده کسم عجیلی خوب که پیشتر میدان دادوان برای خوب دنیده مانورن کمار اسلامی در حق به مواد هشبر یا مخدر و که بخود بیجه برخورد بید که خلقی بگیره و دکوجه و بیسرشون دکه اما هنده باندید اصیل دابش کردن مواد مخدر که سر به خود سپای پاسداران تحویل هنده مهره خودانه و یک اگلوان مهرت بی هر اساسی که سرو که بانده که مخدرات همان او کسی که اعترافات وی هاتن بلاو کرن و او بخو نوعه که او کیه اوانا بتونن مواد تینن دبن آزادشون لولاد دادشون و مال و ثروت وانجی حمول دستوان دایو و بکرتی درد که وکو ممکنه اختلافك لناوبند دزگاه اطلاعاتی و سپای پاسداران دا جلوه اوکی پیدا با او کسی که هون لسروک باندن و جن نظر سپای پاسداران یا دزگاه اطلاعاتی کمار اسلامی دانه اصولا لوانهش کلک وردگن و دخنم فشاره پرونده سازی اون همیشه آماده لهر کار که دا پواند بخوازم پاو بکن اگر نخواست بکد اگر نشا بکد لنکا پرونده و تینین عیان دکن ردنا پیش شو بجن اگر هونکی دیهوتو و ما انا من نمونه یک جار زور لسیستم کمار اسلامی دا هم دبینم به درجه های شورش گلی کرد لروشلات کردستانی به تایبتی لورمیه وانا برچاو دبینن و نمونه هر زور جیوتای باید اصولا و او برای خود ده زنجیره ترورن که در حق حزب دموکرات هاتی نکرن به درجه میجو کمار اسلامی دا مخابن گله جاره را سرکوتو و گله جارن پیلان توجی هاتن پوچال کرن و برای خود دیده لسطح هر سری حزب دموکرات هاتین ترور ریبرین مایت شهید دکتر عبدالرحمن قاسم و شرف کندی و حوالین وی و دی خارج چندین اندام رهبریان دیگه حزب و کادرین هر سطح سری حزب دموکرات بگیره کادر و پیشمرگه و هنده چلان اندام ساده به حزبش لدروی ولاد کتینه بر ماشین تروراوی هاتینه ترور کرن و حذف کرن بکرتی یک نشانه اوه که ترسا کمار اسلامی لبزرگنما کرد
لكردستان دا هيا وترسكي قالك جدي لي هيا ولناو بزوتنا كرديش لناو اوبوزيسيون كرد روجهلاتيش حسابك جدي تر حزب حزب دموکرات کردستان ایران هيا بويا لوي باره ماشینا ترور کومار اسلامی کو در حق به احزاب کردی هاتیه کرن بشکاشر و بر حزب دموکرات کردستان ایران کتیه و به کردی تشتکی تازه رو داد و عادیه و همیشش ممکنه ادامه جبه و نجار اولیه نجار آخریش دبه و اما ایدی مهمه وی کو رفن حزب دموکرات بزرگنوا کردی لوی باره و گلک جدی تر و مصمم تر و پیوندی معنی دستگاه اطلاعاتی وان دستگاه امنیتی وان به هاوکاری هاودو مهم ببه لای دیگه جوای کو وقتی کو چل منطقه دا و حتی لعراقی و لولات اروپا دا و ولات اروپا دا دستگاه ترور کومار اسلامی ماشین اویان ترور دست بکار با هندک جران مخابن نکو پیش فیلین ها تکرن و پیدنگی لیت کرن و هندک چلان ممکنه لطرف هندک لای ناجح هاوکاری گل هاتی بتکرن یا میدان با خوش هاتی بتکرن و اواج هندن دیگه کومار اسلامی دستی وکریه و تربوه و کاریه رح مثلا نبودن مثلا موشکباران اثر بنکه و بارگاهین حزب دموکرات موشکباران حوليري موشکباران لقل نظام لسوريا ولا حمود جادا برا خود كمان اسلامي وك حسبك الشهد حمو كاروبار خود جيبا جيرك اما المقابل بين دا چون دش كردوات تنيا بشبكي جدي كوي جواب كمان اسلامي دتا يك بزوتنوا كرده دو دولة اسرائيلية زور بجدي دولة اسرائيلية شيع لمقابل ترور تقدان وضعیت منطقه گلک جدی برخورده دکه و الحق کومار اسلامی نویره حتی ندفاعی بکه نویره لراگاندن خودش باسی وهنده بکه که اسرائیل لمنده و مناشیات شبکه میشه. بله که رستم هر وقت جنابه تا کرم که تا آماجه پیکر باسی اوی کو بدرجایی میجویا کومار اسلامی حزب دموکراتی که جل آرمانجین ترورا کومار اسلامی بیا کفتیه بر ماشینه و قربانی بونا چندین اندام ریبری و سر و حمیان ریبرین مه مازن دکتر قاسم رو دکتر شرفکندی کفتن بر ماشینا ترورا کومار اسلامی لی او کو ام دزانن پشتی دادگاه ها میکونوس کو بریار ها تدانی و کومار اسلامی وک تروریست وک فرماندر تروریسم ناو دولتی ها تناس کردن لاستا جهان ده و پیوندی ها حتی نقاسه که لگل روش آوات یک چو حتی قاسه که کیم ببو ترور کومار اسلامی آلیه کم لدر و ایوالات به اشکره و کو پیشتر ندهاته کرن لی او پرسیار من او شرایط نهایی کو جاره که دیگه کومار اسلامی اینا اثر وی قناعته کو پیلاندارجی بکه بو لداو خستن و ترور کرنا اندام ریبری یا حزب دموکرات کردستان ایران و بتایبتی باس ناو از اگر بینم شخص مصطفی هجری نفر یکم حزب دموکرات و کاک رستم کو جناب تی رستم جهانگیری یک جه اندام ریبری کارا و ناسکری حزب دموکرات بو چه شرایط نه با ایجاب کریه جاره که دیگه کومار اسلامی حزب دموکرات و ریبرین حزب دموکرات بکه آرمانج ظني مسألة قالك عادية لو مرود شيء لدو بعد هذا تشاولي بك يكوي أولا باش قالك درست إشارة بكر باش جرائنا دادگاه میکنوسه و آبروریزی بو ولاتن أوروبایی هاته پیش بو دامو دستگاه اطلاعاتیوی هاته پیشو اوه ایدی بشیوه دستگاه قضایی آلمان و دولت آلمان نکارین مقابل وی آبروریزی بیدنگ بنو نهایتاً حلویز گتن و جرانه دادگاه میکنوز اعلان به روند خویا قانونی و قضایی به تواوی به جیب بگهینه و گهش دست سمرج و نهایتاً کومار اسلامی سطح هر سر هات ناسان به تاوانبار هاد نناسین و به عاملین قتل هاد نناسین و محکوم هاد نکرن اینی سیستم کومار اسلامی لرهبری و حتی دام دزگان اجرایی و ولاتی به تواوی هاد نمحکوم کرن و لویده هندک کومار اسلامی راگر اما قتل کردستان
ولی دولت دور بردا ما پیوانیش ماشینا ترور و راسا و تا ولی باشور کردستانی هم حساب دیگه حلفاش دادگاه هم میکنه دیان ترور و رفاندن و هزار کار دش کرده دیگه جی لخو نشان دانه کو به توابی مسئله که اوای بود پاش اواکو ایرو روزه ام دبینن دو روان وکی ما پیوای وکی تحقیقی کمار اسلامی لاوروپا را جیبه کرد یک او ملای دادگاه قاضی اوان کو حالات اروپا روش حالات لوی لنکا گوت پنجره را کتیا خاره له هتل دا خو هتیا خاره هتیا کشتن دو او جرانه ترورا اوی کو هلندا خاطر رو برن و نهایتا لوی باری و لهلندا دو سه جرانه و دو یک لوان لسر اندام حزب دموکرات که صادق زرزاد خاطر رو برن و نها متهمه که لزندان ادهج و حتی نهاجی رسما اعلام نکرین کو او تروره یعنی او هیرشای او شرای یعنی بیجم او کشتنه یعنی او بریندار کرنه لطرف کمان اسلامی بیانی کمان اسلامی وقتی وانه دید وکی تحقیقی یک بکار بر بود در کرد که دکاره جاره دیگه ماشنا خویا ترور رو با چون اگر بچینه سر مسائل سیاسی لیکن او موقعیت کمان اسلامی لسطح دنیا را لحمو بارکه وقتی ایزوله ده وقتی که لحمو مبارک و سیاست این دیگه ورشکستگی رو بده و لدنیا قال دنیای وضعیت یا آبوری او امبارگو آبوری که سر هاتی ندان موقعیت که دیگه باید پیش و دخوازه دچ کرده و لخور نشابه دخوازه بیجه اگر من خونه اگر او مسائلانه در حق من نگی نحله و او مسئله پروژه اتمی و او برجامه قال من جیبه جی نکن از دکارم موقعیت آوایش تک بدم از دکارم امنیت آوان یا ولاتان بگشتی تک بدم و نهایتا ایرو رجوع گشته به مقطعه و دخوازه و نیج بکن اگر ولاتن روجاوایو لسر وی حمیان آمریکا لوی باری ورد بشیوه که جدیتر برخورد دینه که مشک و گمان تیدانیت ماشین آویا ترور وی جاره با پانو برین تر لحمو جاره دست بکار با و دیسان تزویه حساب دیگل اپوزیسیونی و حتی دیگل دیپلومات نوانجی و دیگل پارلمانتر نوانجی ممکنه بیخه ناو داوگاه خوگا تروره که رستم وکو داوی پرسیار وقتی ما که مایه برای جناب تا پشتی بلاوبونا اعتراف منصور رسولی و هر وسا کشتنا سیاد خدایی و علی اسماعیل زاده او پیلان رژیم اشکره بون حتی قاسه که کود دخواستن چپکن یه ببه صدم کو کمار اسلامی پیدا چونه که بخواه که یان حتی نقاسه که احتیاط بکه که جاره که دیگه وکو دادگه ها میکنه سه نکه و داوا روش آوایان و بهانه که نده تروراوی راسته یا نه او بو صدم که تروراوی راسته یا نه کمار اسلامی قتل دست لترور حل نکره چون تنیاره که کنی اسلحه که دست ویده و دیجی مخالفین خوب او که تروره بگه تسویح حساب دیگل نیارین خود رقیبین خوب و اپوزیسیون خود که و نکاره دست بردار با بویا مپیوانیه که بکاره ورتشت وکی او جرانه که موقت کل سردمه میکنو سیده هاتا پیشو لأوروپا حداقل سکوت اخصه بده و حتی کاری زندانیت خوب به آزاد بگه و توجوره و مدید کو چون او قاتلین دادگاه میکنوز دا جرانش قتل میکنوز وکی قهرمان پیشوازی لیکرن لتهرانی و لسر راگاندنه دا تشون نهاد با کتابان بدن نویسین و کتابا بود نویسین وکی قهرمان ملی پیشوازی لیکرن باید او جرانش مپیوانیا به هیچ شویک ترور را بگیره به تایبتی ترور در حق با اپوزیسیون کردی چون موقعیت یا سیاسی یا آبوری و گهش در نقطه که گلک حساس و نگران لموقعیت خود نگران لدولت خود نگران لحاکمیت خود و او خوب پیشاندان ناوخوی ایرانیش ناوخوی ولاد دا و گلین ایرانی به تواویت نصر خیابانی و داخازه هلوشینا کمار اسلامی دکن او بوی بیا ترسه که جدی و او ترورانه باید که و دخوازه بگه وکی چاو ترسینه بو حتی بو نامخوی ولاد ام دور نابینم کل نامخوی ولاد داجی بگره و او کسایتین که تأثیر آوان هبه لسر لخلق دوران خرب بیان دکارن خوب پیشاندانان رهبری بکن و اوانش هنده کان لمیدان حل کرده بیرامانه چه وقتی سالین آخریان
حشتیان داشت او آخری حشتیان مدید به نوسر روشنبیر شاعر روزنامه‌نگار یک لدوا یک سراسری ایران دهاتنا تصفیه کردن به شیوه جوراجور و قتل کردن و بین برن و حتی ایرو روزی انبرا خودن دادگاه ایران نکاریا پرسا یک لوان عیان بگه یعنی حتی هر دادگاه که بون تشکیل بده بجا هم نبون یا فلان تش نبو به من تش نبو بویا مپیوانی نخیر هر ادامه با و مهم اویا هم شورشگران کرد و اپوزیسیون کردی بگشتی بکارن به هاوکاری هاودو پیشای کاوه ماشنا ترور کمان اسلامی بگیرن. رزدار که رستم جهانگیری برپرسی دزگاه چاودیری حزب دموکرات کردستان ایران گلک سپاس بو بشداریات دل برنامه ما روشفته. اجی سپاس وقت کم هیویام ساخت سلامتی و سلاو بو بینارین برس دسته و خوش بن. گلک سپاس. تماشاوان هجا گلک سپاس بو وجه کن حتی نها بیناری وی برنامه ما روشف بونه حتی نجاره کدنی و روشف کدنی بمینندنا و خیر و خوشیاده.